سلام، حال شما چطوره؟ اول از همه مرسی که از ما حمایت میکنید و نظراتتون رو به ما میگید. خیلی فیدبک های مثبت و خوبی گرفتیم تو این چند روز و لطفاً به این کارتون ادامه بدید. حتی اگرم نظر منفی دارید، حالا انتقاد یا اصلا متنفری میخوای بگی آقا این کاری که میکنید مزخرفه، بگید، اشکال نداره. حداقل متوجه میشیم که یه عده‌ای فکر میکنن کارمون خیلی بده، ولی منتظر کارهای خیلی خوب و عجیب باشید. یه کار خیلی عجیبی داریم میکنیم. مرسی که منو دعوت کردید برای شرکت تو این برنامه خوبتون. امروز میخوام در مورد موضوع تحقیقاتم توی این دوره پستاکم صحبت بکنم. من قبل از اینکه این پستاک رو شروع کنم در واقع کارم توی موش بوده، با در واقع روی مغز موش کار میکردم برای شناختن فهمیدن حافظه کوتاه مدت و بعد از حالا یه سری تغییر جهت‌هایی که دادم اومدم و پستاکمو توی دانشگاه راکفلر شروع کردم و الان دارم روی جهتیابی مگس کار میکنم. جهتیابی حالا ترجمه نویگیشنه، جهتیابی ترجمه درستی نیست. نویگیشن منظورم این که کلاً مگس چجوری فضای اطرافش رو مدل میکنه، چجوری توی فضای اطرافش حرکت میکنه و راهیابی میکنه. در واقع راهیابی شاید ترجمه بهتری. خب حالا یه مقدمه اول میخوام بدم در مورد چیزایی که اخیراً در مورد مگس فهمیدیم که اصلا چرا مگس واقعا یه موجود جالبیه که حالا مطالعه بکنیم برای سوالای خیلی نهادی در نوروساینس. خب این همون ویدیو اولیه که حالا توی لینک فرستادم، میتونید خودتون برین و اجراش بکنید که برین چجوریه. سال 2015 یه گروهی توی جنلیا در واقع یه سیگنالی داخل مغز مگس کشف کردن از یه قسمت مغز به اسم الیپسوید بادی، یه شکل دوناته، و دیدن که حالا مگسایی که میزن روی توپ و توی فضای ورچوال دارن حرکت میکنن، یه سری از نوروناشون که یه چیدمان دایره‌ای دارن جهتشون رو توی این فضای مجازی منعکس میکنن. یعنی به عنوان مثال، حالا مثلا مگس روی این توپ وقتی میچرخه، این تصویری که داره دور تا دورش میبینه رو با یه دونه مثلا خط صاف نشون میدن. این خط صافه مثلا فرض کنید مثلا مکان خورشیده توی آسمون، و وقتی میچرخن روی اون توپه میچرخن، این خود این خط صافه هم باشون میچرخه. و بعد در این حال که این خط صافه داره میچرخه، میبینن که یه قسمتی از مغز، این نورون‌های سلول‌های مغز، قسمت‌های مختلفشون روشن میشن. یعنی مثلا این نورونایی که چیدمان دایره‌ای دارن، بسته به اینکه مگس فکر کنه کدوم جهت وایساده، نورونای متفاوتی روشن میشن. ببینید که همینطور که میچرخه این سیگنال داخل مغزش میچرخه. اینجا هم چیزی که دارین ببینین به رنگ قرمز، اون مکانی، اون جهتیه که با تصویر برداری از مغز دارن استخراج میکنن، و تو آبی هم اون جهتیه که حالا فقط بر اساس اون فضای مجازی براش ایجاد کردن دارن استخراج میکنن. یعنی مثلا فرض کن مگس رو توپ به چرخه، این آبی بالا پایین میشه و خب برمیگرده جای اولش چون دایره‌ایه، و میبینید که با اون سیگنال قرمزی که دارن استخراج میکنن هماهنگه. یعنی وقتی مثلا مگس میپیچه سمت چپ، اون سیگنال هم به جهت درستی میچرخه و برعکس. همزمان یه گروه دیگه که توی راکفلرن و الان دارن با این گروه کار میکنم، من پست کردم توی آزمایشگاهشون، دیدن که یه قسمت دیگه ای از مغز مگس که حالا یه شکل متفاوتی داره، بهش میگن پروتوسیریبرال بریدج، مثل یه پله مثلا، یه سیگنال خیلی مشابهی داره که
اونم داره جهت مگس توی فضای مجازی رو داره منعکس میکنه. این الان اون یکی ویدیوه که نمیدونم الان با چه کیفیتی دارید میبینید، ولی حالا این یکم ویدیوی با خوبه حسام جان، خوبه، کیفیت خوبه. خیلی عالی، خیلی عالی. خب بعد این الان مثلا داره نشون میده که حالا مثلا این مگسه وقتی رنج راه میره، وقتی میچرخه اون خط صافی که حالا مقابلش نشون میدن هم میچرخه، حالا اون چیزی که مثلا مشابه خورشیده. یه بار دیگه اجرا میکنم. بعد میبینید که اینجا داخل این پروتوسریبرال بریج، داخل این شکل مثلا پل مانند، همیشه 2 یا 3 تا قله فعالیت هست و وقتی میچرخه اینا مثل برف پاک کن جابجا میشن و از سیگنال خود اینم میتونید استخراج کنید که داره به کدوم جهت حرکت میکنه. حالا این مقاله دومی که دارم اشاره میکنم بهش، یه سیستم خیلی پیچیده تری رو حتی نشون داد. این نشون داد که چجوری چرخش اون پل اون قله فعالیت اتفاق میفته داخل مغز توسط همین پروتوسریبرال بریج و یه مدل کامپیوتیشنال هست که چجوری این اتفاق میفته، چجوری ممکنه مثلا یه شبکه نورونی داشته باشیم که اینو کنترل بکنه و اون قله رو بتونه جابجا کنه هر شکلی که به نظرش میرسه که باید بچرخه. و حالا این دو تا بدنه‌ای که در موردش صحبت کردم، این دو تا بدنه مغزی، یکیش الیپسوید بادی، یکی پروتوسریبرال بریج. اگر بخوایم حالا شکل دقیق‌تر آناتومیش رو نگاه کنیم، این در واقع همون شکل دوناته است. اینم در واقع اون پروتوسریبرال بریج، اون پل است و یه تعدادی نورون، یه دقیقاً 16 تا نورون به شکل خیلی شگفت انگیزی این فضا رو کاشیکاری میکنن. این الان یکی از مثلا نورون هاست که این قسمت از مثلا این دوناته رو اشغال میکنه و حالا با یه اکسون که نمیشه گفت، ولی مثلا با یه قسمت از سلول نورونی وصل میشه به یه قسمتی از پروتوسریبرال بریج. این قسمت هم دقیقاً کاشیکاری شده در واقع و همون سیگنال همین نورون است که میتونین توی هر دو تای این بدنه‌ها در واقع تصویر برداری بکنید. و حالا مثلا چند نورون دیگه هم دارم نشون میدم که به این که چه شکلیه که کاشیکاری میشه. و یه رابطه خیلی از پیش تعریف شده خیلی دقیقی وجود داره بین اینکه کدوم قسمت از این پروتوسریبرال بریج، کدوم قسمت از این شکل پل مانند و کدوم قسمت از این دایره وصل میشه. و از خود آناتومی هم میتونید در واقع پیش بینی کنید که چه رابطه‌ای باید داشته باشه این فعالیت توی این قسمت از مغز با جهت حرکت مگس. خب این خیلی چیز شگفت انگیزیه، یعنی اینکه شبیه اینو مثلا اصلا نداریم تو موجودات دیگه. یعنی مثلا با اینکه حالا مدل‌های زیادی هست در مورد اینکه راهیابی چجوری تو موش و انسان اتفاق میفته و کلی مدل‌های هم مثلا میچینن در مورد اینکه مثلا فرض کن جهت سر مثلا چجوری انکد میشه داخل نورون‌های مغز آدم یا موش، ولی چنین چیزی رو هنوز کشف نکردیم. یعنی این واقعا یه قدم بزرگی بوده به نظر من و یکی از دلایلی که باعث شده که بتونیم چنین چیزی رو پیدا کنیم داخل مغز مگس، یکیش اینه که خب مگس خیلی ساده تره، این تعداد نورون‌های مگس خیلی کمتره و دوم اینکه کلی ابزارهای ژنتیکی وجود داره برای مطالعه مگس که معادلش رو نداریم واقعا توی موش یا موجودات دیگه. یعنی اینکه واقعا میتونید هر کدوم از این نورون‌ها رو که بخواید کاملا با دقتی که دوست دارین جدا کنید و هر پروتئینی که دوست دارین توش اکسپرس بشه، هر در واقع ابزار ژنتیک دیگه رو بخواید باش ترکیب کنید. یعنی هم یه ابزار هدف گیری خوبی داریم توی مگس سرکه و هم مثلا فرض کن حالا ابزارهای مولکولی متفاوتی برای چه تصویر برداری مغز
چه کنترل نورون ها به وجود اومده که میتونین حالا به هر شکلی اینا رو به اونا ترکیب کنین و هر پروتئین رو بخواین داخل هر نورونی که بخواین بیان بکنید. خب این خیلی سیستم جذابیه، مخصوصا برای من که سوال اصلی من که میخوام جواب بدم سوالای خیلی پایه‌ای هست در مورد مغز، سوالاییه که اگر که جوابش رو توی مگس پیدا بکنیم احتمالاً جوابش هم تو آدم پیدا کردیم، چون خیلی بعیده که سیستم خیلی متفاوتی وجود داشته باشه برای مثلا چیزای سوالای خیلی پایه‌ای نورونی. این برای اینکه فقط نشون بدم که حالا فقط به این سادگی این دوتا بدنه نیست، کلی چیزای جدیدی هم اخیراً کشف شده که حالا هنوز چاپ نشده مقاله باشه که اشاره بکنم بهش، ولی مثلا تو همین آزمایشگاه خودمون یه تعدادی از نورونا پیدا کردیم که مثلا سرعت رو انکد میکنن تو فعالیتشون، یعنی هرچی که مگس داره سریعتر راه میره، سریعتر پرواز میکنه، این نورون فعالتره. یه سری نورون پیدا کردیم که در واقع سرعت رو با جهت ترکیب میکنه، یعنی مثلا میدونیم که اگر مگس داره پرواز میکنه و یه بادی میاد و جهت باعث میشه که جهت حرکتش با جهت سرش متفاوت باشه، این نورونا اینو میفهمن، یه جوری اینو انکد میکنن. یعنی که مثلا فرض کن میفهمه مگسه که با اینکه من جهت سرم این وره و اون نورونایی که توی این الیپسوید بادی هستن دارن این ورو انکد میکنن، ولی من میدونم که جهت واقعی حرکتم این سمته به خاطر باد و اینو واقعا میبینیم توی یه سری نورون ها. و خب خیلی داره ما رو میرسونه به یه مدل نسبتا کاملی از راهیابی با نورون ها یا راهیابی با شبکه های عصبی. و خب این خیلی چیز هیجان انگیزیه. حالا من در واقع سوالی که در واقع انگیزه اصلی من هست برای کار رو مگس رو توضیح میدم، بعد صبر میکنم ببینم کسی که سوالی داره جوابشو بدم، بعد ادامه بدیم. سوال اصلی که من در واقع من جذب کرد به سمت این سیستم اینه که آیا یه تعداد یه مجموعه عملیات خیلی پایه‌ای وجود داره توی مغز که بتونیم همه محاسبات مغز رو با اونا بسازیم، یعنی مثل انگار مثل بیلدینگ بلاک باشه، مثلا لگو باشه، یا مثلا فرض کن احتیاج نداریم که مثلا لگو رو بذارم توی خود کامپیوتر، یه سری عملیات پایه‌ای هست که با همون عملیات پایه‌ای میتونیم هر الگوریتمی رو پیاده سازی بکنیم. آیا چنین چیزی معادلش توی مغز وجود داره؟ اگه وجود داره خب چی هست؟ و این یه رفتاری که خیلی ایدئاله برای پاسخ دادن به چنین سوالی، رفتار path integration هست. path integration در واقع یعنی چجور بگم میشه جمع کردن مسیر، جمع توی مسیر. در واقع فرض کنید که مثلا یه بورچه یا زنبور یا یه مگسی داره همینجوری حرکت میکنه توی فضای حالا 2 بعدی یا 3 بعدی و هر لحظه باید مکان خودشو یه جوری ذخیره بکنه. بر اساس چی؟ بر اساس اینکه میدونه کدوم سمت داره حرکت میکنه و چقدر با چه سرعتی حرکت کرده. و مثلا فرض کن تو این شکلی که دارم نشون میدم یک جمع برداری از یه سری برداری کوچولویی که در طول زمان توی مسیرش داره اتفاق میفته و میدونیم که بعضی حشرات این کارو انجام میدن. یعنی در مورد مثلا مورچه هیچ شکی نیست که مورچه این کارو انجام میده و میتونه مکان خودش رو مثلا نسبت به لونه‌اش نگه داره بر اساس اینکه مکان خورشید کجاست و با چه سرعتی داره حرکت میکنه. و شواهد جست گریخته وجود داره که مثلا مگس سرکه هم میتونه این کارو انجام بده. حالا این رفتار یه رفتاریه که خیلی خاصه، برای اینکه شکلایی که میتونیم اینو تقسیم کنیم به عملیات ساده تر خیلی محدوده. یعنی اینکه تقریبا مجبوریم یه جوری بگیم که خب مثلا این هر لحظه یه برداری رو داره محاسبه میکنه و این بردار رو باید جمع بزنه با اون حافظه‌ای که داره که الان کجاست. و مثلا فرض کنید اگر که مکانش، اگر جهت حرکتش و سرعتش دو تا چیزیه که
جداگانه داره محاسبه میشه توی مدار مغزی. ترکیب این دوتا هم خب خیلی روش محدودی وجود داره براش، یعنی باید ضرب بشن. یعنی احتمالاً یه سیستمی رو باید پیدا کنیم که چجوری یه سیگنالی سکیل میشه یا چجوری یه سیگنالی در واقع ضرب میشه توی سیگنال دیگه. و خب مثلا فرض کنید کلی سوالایی هم میشه جواب داد که حالا این سیستم ذخیره مکان آیا با دستگاه کارتزیانه یا با دستگاه مثلا قطبیه. یعنی یه سری سوالای خیلی پایه‌ای میشه راحت جواب داد مثلا با در مقیاس مثلا زمانی احتمالاً 10 سال بعد. خب و حالا هدف کوتاه مدت من چیه؟ اینه که اولا یه رفتاری رو، یه تسکی رو توی مگس سرکه پیدا بکنم که بهشون اجازه بده که یک مسافت خاصی رو یاد بگیرن. یعنی مثلا حالا شکل احتمالاً تو این کنفرانس تسکای دیگر رو دیدیم که مثلا حالا به موش چیزی رو یاد میدن به مرور زمان، مثلا بر اساس اینکه چه جایزه‌ای میگیره، در چه شرایطی چه کار بکنه، میتونن به موش یاد بدن که مثلا این رفتار از خودش نشون میده. من میخوام یه رفتاری پیدا کنم توی مگس سرکه که لازمه انجام این رفتار این باشه که یک مسافت خاصی رو یاد بگیره و نکته مهمش اینه که دوست دارم مسافتش رو من انتخاب کنم. یعنی مسافتی نباشه که حالا خود اون توی اون تسک مثلا به صورت طبیعی یاد میگیره و من هیچ کنترلی روش نداشته باشم. میخوام بتونم مثلا این مسافت رو زیاد کنم یا کم بکنم و بتونم بفهمم که یه مگسی که این تربیت رو مثلا این دوره تربیت رو گذرونده چه مسافتی تو ذهنشه. یعنی که باید یک رید اوت وجود داشته باشه، باید یه روش خوندن اون حافظش برام وجود داشته باشه. و خب اون سوال بزرگتری که میخوام با این از جواب بدم اینه که مثلا عدد چجوری داره ذخیره میشه تو مغز، اون فرم ذخیره سازی حافظه چیه؟ آیا مثلا فرض کن توی وزن اتصالاتی که سری نورونه، یا آیا یه اتفاق، یه فرآیند مولکولیه که داره اتفاق میفته و این عددا رو داره ذخیره میکنه. چون مجبوریم با عدد سر و کار داشته باشیم اگر بخوایم پث اینتگریشن رو بفهمیم. و سوال جالب‌تر اینه که آیا ما میتونیم این عدد رو دستکاری کنیم؟ یعنی مثلا فرض کنید یک مگسی که 5 سانتی متر رو یاد گرفته، آیا من میتونم یه کاری بکنم، یه حافظه‌اش رو دستکاری بکنم که 10 سانتی متر رو بتونه یاد گرفته و توی رفتارش یه رفتاری رو از خودش بروز بده که انگار با 10 سانتی متر تربیت شده. و اینکه چجوری شبکه نورونی این حافظه رو در واقع استفاده میکنه برای عملیات ریاضی مثل جمع و تفریق و ضرب و اینا. خب ببینید در واقع یه استراتژی اولیه که من داشتم حالا توی این دوره پست‌داک این بود که این مگس‌ها رو دوباره میذارم روی توپ، شبیه یکی از این فیلم‌هایی که حالا توی چت فرستادم و مثلا میتونیم ببینیم که مگس روی توپ معلق در هوا داره حرکت میکنه و میتونه چپ و راست و مستقیم و به عقب و اینا بچرخه. یک چنین فضای مجازی رو داشتم پیاده سازی میکردم. ولی این فضای مجازی که میتونه مثلا مگس هر سمتی بره و هر جوری که بخواد بچرخه، خیلی فضای افسار گسیخته، خیلی راههای آنالیز این رفتار رو برامون پیچیده میکنه. و خب در واقع استراتژی که من اتخاذ کردم برای مطالعه پث اینتگریشن این بود که این فضای رفتاری رو محدود بکنم به فقط فضای یه بعدی. خب و مثلا فرض کن اگر مگس رو مجبور کنم که توی اون فضای مجازی فقط مثلا رو به جلو یا رو به عقب حرکت کنه، میتونم در واقع مثلا اون مسافتی رو که من میخوام یاد بگیره رو اینجوری بهش یاد بدم که مثلا هر 5 سانتی متر یه اتفاق خوب یا یه اتفاق بدی قرار بیفته. حالا نشون میدم که اون اتفاقات چیه. یعنی هم با آپتوژنتیکس میتونم مثلا جایزه بدم بهش، اون نورونایی که در واقع تحریک میشه یا مثلا نورونایی که احساس ریوارد میکنه رو اونا رو تحریک بکنم، یا مثلا میتونم با گرما و اینا
در واقع تنبیهش کنم سر اون مکانهای خاص و امیدوار بودم که این مگسه بتونه این مسافت رو یاد بگیره، یعنی بدون هر 5 سانتی متر چه اتفاقی میفته.